ببینم چند بار رفتی تو این 1 سال 3 ماهی که معتادی داری مصرف میکنی درسته؟ چیه؟ کلی هم چیه داری مصرف میکنی؟ چیه خودتون ساختی؟ چیه؟ چند بار رفتی ترک کردی؟ 1000 بار. 1000 بار فایده ای داشته؟ نه وقتی میری ترک میکنی مادر آدم میکنن آویزون میکنن واسه نکن من عذرخواهی میکنم بعضی از این کلماتی که به کار میره من عذرخواهی میکنم بالاخره تحت تاثیر مواد هستن یه خورده ادب و رعایت که ممنونت میشم. وقتی که ترک میکنی چند روز بعدش دوباره برمیگردی به دوباره دامن اعتیاد؟ شما رو نمیزنم. خب چی میخوای بگو؟ وقتی ترک میکنی چند روز بعدش میری دوباره به دامن اعتیاد؟ چند روز بعدش؟ بگو ثانیه بعدش. میای بیرون رفت همون موقع من میزنم. خرجتون میکنن برای ترک کردن. کی خرج میکنه؟ که میگیره بالاخره نیروی خانواده پول میده. کدوم دولت خرج میکنه؟ خانواده یعنی کمپ اجباری نرفتی تا حالا؟ چرا هستش رفتم مردمو میزنن آویزون میکنن دست پای منو چیکوندن آویزون کردن. خب پس چرا دوباره برگشت؟ دولتی نه پای شخصی که دنبال منافع خودشونه. با چی احتیاط داری؟ به چی احتیاط داری؟ من شیشو دعوا زمانی که میارن واسه من سوالا رو جواب بده ممنونت میشم. بخش من جوابتون میدم. خب زمانی که میبرن اونجا خب چیه داری مصرف کنی؟ نه هروئینه. هروئین داری؟ الان جلو دوربین ما دارن هروئین مصرف میکنن. زمانی که میبرن حالا میگه پاک بیا